بعد تمام روزهایی که توی شک و تردید و ترس و دلهره گذشته بود، روزهایی که با خودم کلنجار میرفتم که چرا از پسرها خوشم میاد، چرا مثل بقیه نیستم، چرا خنده این پسر اینقدر جذاب و دلربا، چرا تو خواب رویای هماغوشی و عشق بازی با یه پسر رو میبینم، آغوش یه همجنس که گرمی تنش وجودتو با آتیش میکشه و حسی عجیب از تکیه کردن و تکیه‌گاه بودن و براش داری و با روشنی صبح رویاها تموم میشد. داشتم روزای خوب و میگذروندم. داستان منو گوش کنید. فضای دوروبر من جور دیگه ای بود. نه حرفی از آدمای همجنسگرا و عشق اونا زده میشد و نه یه زوج همجنسگرا وجود داشت که بدونم عشق این گونه هم هست. از پچ‌پچ‌ها و نگاه نفرتبار بقیه همیشه ترس داشتم. نمیخواستم کسی باشم که با پسرای همجنسش میخوابه و هراس داشتم که آدم بیارزش و خاری توی چشم اطرافیانم جلوه کنم. پیش خودم میگفتم من که مشکلی ندارم. حس بدیم از حسی که در درونم بود نداشتم. توی رویاهام و خیالم یک کشش عاشقانه و عاطفی توی وجودم پر میزد. خیالم پر از بوسه و آغوش و احساس به همجنسم بود. فکر میکردم من تنها آدم این دنیام که این حسو داره. دخترها برام جذابیتی نداشتن و اتفاقا خیلی راحت باهاشون دوست میشدم و حرف میزدم و به حس صمیمیتی بینمون پیش می اومد. روزا همینجوری تکراری میگذشت تا روزی که دوم دبیرستان به خاطر تغییر رشته به کلاس جدید رفتم و همون لحظه ورود توی کلاس ایمان رو دیدم. نگاهم کرد و خندید. منم ناخودآگاه سمتش رفتم و پیشش نشستم. به همین سادگی دوست شدیم. اما دیگه دنیای من عوض شده بود. ایمان شده بود یه رنگین کمون تو دنیای خاکستری من. همه چیز برام عوض شده بود و دیدنش وجودم و پر از شوق میکرد. وقتی کنارش می نشستم دزدکی نگاش می کردم. فرم صورتش، لبای گوشتی، چشمای مشکی، موهای فرریز و پوست سبزه. انگاری معتاد دیدنش شده بودم. چقدر خودم رو توی بازوهاش در حال نوازش و بوسه تصور می کردم. اما ایمان رفتارش مثل من نبود. خیلی دوستانه و خیلی خوب رفتار می کرد. اونم خوشحال بود که یک دوست صمیمی و مهربون پیدا کرده. اما من اونو جور دیگه ای دوست داشتم. ذهنم پر شده بود از سوال، از ابهام. چرا من اینقدر ایمان رو دوست دارم؟ عاشقش شدم؟ عاشق یک پسر؟ یک همجنس؟ به حس خودم ذره‌ای شک نداشتم. به پاکی و زلالی این حس. به این که نه یک هوسه و نه یک عشق زودگذر. میدونستم که این احساس و انرژی خیلی عمیق و جدیه. نه ماهواره داشتیم تو خونه، نه اینترنت و نه گوشی موبایل داشتم. واسه یک تحقیق درسی مجبور بودیم به کافینت سر بزنیم و مطلب پیدا کنیم. با ایمان میرفتیم کافینت و اونجا کارهای درسی رو انجام میدادیم. یه بار که با هم رفته بودیم کافینت، ایمان گفت من باید برم جایی. تو خودت کاراتو بکن، نیم ساعت دیگه میام دنبالت. من موندم و صفحه گوگل و کلی سوال توی ذهنم. سرچ کردم گی. این واژه رو تو دیکشنری دیده بودم که معادل فارسیش نوشته بود همجنسگرای مرد. کلی صفحه اومد و یکی رو باز کردم. باورم نمیشد. 2 مرد خوشچهره و جذاب داشتن همو میبوسیدن. مگه میشه؟ یعنی آدمای دیگه‌ای هم تو این دنیا هستن که مثل منن؟ پس من تنها نیستم. صفحه دیگر رو باز کردم و کلی فیلم پورنگی اومد بالا. صفحات دیگه به فارسی نوشتم همجنسگرا و گوگل کردم. یه صفحه رو باز کردم و توش از معایب رابطه جنسی با مردان و گناه بودنش آمد. عقاید مذهبی درونم قوی بود و واقعا از گناه فراری بودم. اما خودم رو مخاطب این حرفا نمی دیدم و به حس پاک و عشق توی وجودم شکی نداشتم. صفحه دیگه رو باز کردم که توش تفاوت بین همجنسگرایی و روابط
جنسی دیگر رو شرح میداد. همجنسگرایی کششی عاطفی و عشقی بین دو فرد همجنس بالغ است که با اختیار و رضایت طرفین با هم رابطه عاشقانه یا جنسی دارند. انگاری داشت حرف دل من، احساسات، هویت و وجودم رو تعریف میکرد. داشتم میفهمیدم که یک همجنسگرا هستم، کسی که به دنبال عشق و علاقه و رابطه احساسی و کشش عاطفی با همجنس خودش هست. توی این فکرها بودم که ایمان اومد داخل. سری سفر رو بستم و با موتور رفتیم سمت خونمون. توی تمام زندگیم هیچ وقت این حس رهایی و آزادی رو تجربه نکرده بودم. خیلی خوشحال بودم که خودم رو شناختم و دیگه مجبور نیستم از چیزایی که نمیدونم بترسم. خوشحال بودم و کل مسیر تا خونه رو که با موتور میرفتیم سرم رو از پشت به شونه ایمان چسبوندم و به آسمون نگاه میکردم. ذهنم پر از خیالات زیبا و حس شادی و رهایی بود. رسیدیم خونه و با ایمان خداحافظی کردم و رفتم خونه. داشت هوا تاریک میشد و شب میرسید، شبایی که واسه من نوید دهنده رویاها و خیالاتم بود. خانواده ما شلوغ و پر جمعیت بود. 4 برادر داشتم و 1 خواهر. 3 برادرام از من بزرگتر بودن و 1 برادر و خواهر کوچکتر از خودم داشتم. سرمست از شناختن خودم بودم، از اینکه فهمیده بودم که کی هستم، چی هستم. میخواستم این خوشحالی رو با کسی قسمت کنم. بعد شام رفتم پیش مادرم که داشت ظرفا رو میشست و با شور و شوق از چیزایی که خونده بودم گفتم. از اینکه مدت‌ها فکر میکردم اصلا من تنهام و از اینکه همجنسگرایی یه حس طبیعی هست گفتم. نمیدونم چرا خوشحالی رو تو صورتش نمیدیدم. فقط به هم گفت که دیگه هیچی حرف نزن. این حرفا رو جای دیگه هم نگو. میخواست بیشتر توضیح بده که پدرم اومد تو آشپزخونه واسه چای ریختن و اون لحن خشن و تحکم آمیز مادرم تموم شد و یهو بحثو عوض کرد و به هم گفت که برو بیرون، تو دست و پام وای نسا. من از اینکه اینقدر با سردی با هم رو برخورد شد تو ذوقم خورد، اما بازم اون سرخوشی درونم سر جاش بود. اون شب تا چند ساعت خوابم نمیرفت. همش اون تصویرای بوسه و عشق بازی و حتی ستریس که توی اینترنت و کافینت دیده بودم می اومد جلوی چشمام. اون شب و با شادی خاصی به خواب رفتم، اما انگار هیچ وقت توی این سرزمین شادی ها دوام نداشته و با درد و رنج همراه بوده. اون شب آخرین شبی بود که من با شادی واقعی خوابیدم. فردا صبحش رفتم دبیرستان و با دیدن ایمان دوباره لبخند رو لبم اومد. اون روز یه جور دیگه به حس خودم به ایمان فکر میکردم، به این که اگه اونم این حس رو داشته باشه، به این که اگه اونم مثل من همجنسگرا باشه چی؟ اما خب بارها برام از دخترها و قرار گذاشتنها و شیطونی‌های پنهونیش با دخترهای دیگه گفته بود. میخواستم بهش از چیزایی که دیروز فهمیده بودم بگم، اما باز هم یه ترس جلومو گرفت. یاد نگاه نگران مادرم افتادم و لحن خشن همراه با خواهش و تحکمش که این حرفها رو جای دیگه نگو، این حرفها رو جای دیگه نگو. توی ذهنم این جمله مدام تکرار میشد. مدرسی که تموم شد رفتم خونه و همین که وارد شدم چهره داداش بزرگم رو دیدم و سکوت خونه، نگاه‌های تند و سرد بقیه، حس خیلی بدی بهم دست داد. سکوتی سنگین و پر از سؤال توی خونه موج میزد. بی توجه به این نگاه ها رفتم لباسم رو عوض کنم و داشتم می اومدم بیرون از اتاق که دیدم داداشام ستایی اومدن تو اتاق و در رو بستن. دست هر کدوم یه چوب بود و نگاه ها پر از خشونت. تمام تنم شروع به لرزیدن کرد و گفتم چی شده؟ هر کدوم جداگانه شروع کردن به داد زدن و فحش دادن. گوه خوردی همجنسگرا شدی؟ میخوای بری آبرومونو ببری؟ فکر میکنی میذاریم هر غلطی بکنی؟ فهمیدم که مادرم به بابا گفته و اون هم قبل اومدن من به داداشام گفته. از این حرفاشون حس تحقیر داشتم، اینکه تو اون لحظه بی‌ارزش‌ترین موجود دنیا. تمام اون خوشی‌ها و خنده تبدیل شده بود به لرز و
دلهره و وحشت. داد زدم که من اینجوریم، هم جنسگرام، میخوام خودم باشم، میخوام زندگی کنم. دیگه نذاشتن حرفی بزنم و چوب ها یکی بعد اون یکی تو سر و پا و کمر و دستم میخورد و فرصت این که تا درد قبلی و متوجه شم درد بعدی میومد و بعد چند لحظه دیگه از شدت ضربات دردی و حس نمی کردم. صدای داد و گریه من فحشا و چوب ها بلند بود که مادرم با گریه در رو باز کرد و گفت بسه، کشتینش بچه رو. منم از اتاق پریدم بیرون و دویدم سمت در خونه و کفشامو پوشیدم و از خونه با دو زدم بیرون. تمام بدنم درد داشت، دست و کمرم ورم کرده بود و کبود شده بود، چند جای سرم باد کرده بود، پاهام درد داشت. خیابونا خلوت بود. خوشحال بودم که کسی منو اینجوری نمیبینه. رفتم سمت پارک نزدیک خونه و اونجا رو چمنا دراز کشیدم. پشتم درد داشت و سرمو که رو زمین گذاشتم جای ضربات چوب ورم کرده بود و از درد تیر میکشید. در اون لحظه خودم رو تنها ترین آدم دنیا میدیدم. خانواده‌ای که همیشه عزیزترین ها برام بودن الان غریبه هایی بودن که نمیشناختمشون و درکشون نمیکردم. اما خودم رو ناامیدم نمیدیدم. نمیدونم چرا. اما این دعوا و گفتن حرف قلبم به هم حس آرامش میداد. بی هیچ دلیلی حس اینو داشتم که من برنده این دعوا هستم. به آسمون خیره شدم و سایه درخت روم افتاد و خواب رفتم. بعد چند ساعت که بیدار شدم پارک رو دیدم که شلوغ شده بود و پر از سر و صدا. باورم نمیشد که تو این صداها تونستم بخوابم. داشت شب میشد، جای کبودی ها و زخم‌ها داشت خودشون نشون میداد و درد تنم عمیق‌تر شده بود. ناخودآگاه رفتم سمت خونه، در زدم و رفتم داخل. هیچ کس هیچی نمیگفت. انگاری یک قرارداد نانوشته و ناگفته از اون لحظه به بعد بینمون بسته شد که هیچکی دیگه از این موضوع حرفی نزد. توی چشمای همشون، داداشام و بابام و مامان، غم میدیدم و پشیمونی. انگاری همگی با هم کتک خوردیم و همه درد کشیدیم. اون شب شام نخوردم و زود خوابیدم. فردا صبح دوش گرفتم و رفتم بیمارستان. خوشبختانه روی صورتم زخم نیفتاده بود و کبودی دستام و پیراهن آستین بلند پوشوند و برمهای سرم رو موهای بلندم. هیچ اثری از زخمها دیده نمیشد. دل شکسته رو هم که هیچکی نمیبینه. نمیدونم چرا دیگه نمیخواستم ایمانو ببینم. وارد کلاس که شدم رفتم ته کلاس، جای دیگه نشستم و اصلا نگاهش نکردم. دیگه نمیخواستم باهاش دوست باشم و حرفی بزنم. انگاری میخواستم همه نشونه های اون روزهای خوب و اون خوشی ها رو نابود کنم. روزای اول سخت بود، اما کم کم با دیدن کم محلی های من اونم خودشو با بقیه سرگرم کرد و هر دومون کم کم دوستای جدیدی پیدا کردیم و با هم مثل غریبه ها شدیم. اون روزا و اون سال گذشت. سال بعد درسی قرار شده بود که ما رو با رشته های دیگه واسه اردوی تفریحی ببرن یه جای کوهستانی و خوش آب و هوا. بعد تموم شدن اردو موقع برگشت متوجه اصرار یه پسر شدم که خیلی دوست داشت توی اتوبوس کنارم بشینه. منم بهش تعارف کردم و صندلی کنارم نشست. اسمش احسان بود و مدتها متوجه نگاه‌های دزدکی شده بودم، اما جدیش نگرفته بودم. بعد ماجرای اون روز دیگه همش تو خودم بودم و شاید برام این نگاه‌ها بی‌معنا شده بود. شروع کرد حرف زدن و معلوم بود که خیلی خوشحاله که پیشمه. نور خوشحالی تو چشماش مشخص بود. با حرارت و مهربانی حرف میزد و توی همون مدت کوتاه صمیمی شدیم. توی فاصله 2 ساعتی برگشت به خونه فرصتی برای آشنایی ما بود. بین سکوتمون دستمو تو دستش گرفت و لمس میکرد. حسی که سالها درونم بود دوباره آتش گرفت و همون امیدی که توی وجودم به هم قدرت میداد زنده شد. احسان برگشت و به هم گفت مدتها بود که میخواستم بهت نزدیک شم و باهات دوست شم، اما خجالت میکشیدم. صورت سفیدش گل انداخت و چشمای روشنش رو تو چشمام دوخت.
بی هوا یه بوسه کوچک از گونش گرفتم. جا خورد و خندید. منم خندیدم و سرم رو روی شونه هاش گذاشتم. رویاها و خوابای من داشت واقعی می شد. کنارم کسی نشسته بود که حس می کردم دوستم داره و میخواد تا منم بهش